درود دوستانی عزیزی، من امیدوارم همه کسی از صحت و سلامت هستید. برنامه ما رو تا آخر تماشا سازید. از زمین لرزه که شبی گذشته یعنی 23 مارس سال 2023 بود آگاهی پیدا سازید و تا آخر برنامه ما رو تماشا سازید. تماشای خوب. خدایا از بلا ما را نگه دار. خدایا از بلا ما را نگه دار. زمین و آسمان ها را نگه دار. بلا را و وبا را دور افکن. تمام پیر و برنا را نگه دار. درود دوستانی عزیز من، ماه شریف رمضان مبارکتان باد. انا این عکس ها از هر گوشه کنار تاجیکستان عزیزمون آمدگی هستند و خوب بیشتر عکس ها ما از ناحیه مسچوح دسترس کردیم. اکثریت عکس هایی که میبینید همون صاحبی همین منزل ها هستند. میگویند که خانه ها و اغیل ها برباد رفت. ساعت 1:07 شب بود. زمین لرزه را شاید شما هم مشاهده کردید. در اساس همین زمین لرزه که به وجود آمد، من در حال تماس گرفتم به مادر جان و دیگر اعضای عائله. خدا را شکر که گفتن همه خوب است. من به دیها زنگ زدم به ناحیه عینی، لیکن صبحگان از طرف بعضن دوستان معلومات ها رسید در ناحیه مسجد کوهی یک چند خانه ها، یک چند اغیل ها ویران شدند. در ولایت سوخدم گفتن همین خیلی هست. از این خاطر خواستم که شما نیز وابسته به همین حادثه دعاگو باشید. این ماه پربرکات بگذار در خاندان شما. پیش از همه مهر و اخلاص خدا ترسی، احترام پدر و مادر، عائله رو برپا سازد و خدا دعا میکنیم همه کسا که همین مشکلات هایی که بالایمون آمده ایستاده است از قبیل زمین لرزه، یک و یکی ما رو خداوند نگهبان باشد. این بنیاد ماه مبارک است، ماه قبول دعا است، ماه عبادت است. ما هم همه کسا بیاید دعا میسازیم که خداوند تاجیکستان عزیز ما رو، در اساس تاجیکستان عزیز ما رو، تمام دنیا رو نگاه دارد. بنی آدم اعضای یکدیگرند. به این خاطر کجای نباشد از این آفت ها امین باشد. به کدام خاطر این ویدیو رو میپرتم؟ به اون خاطر که شما نیز بی‌طرف نباشید، دعا سازید، زیرا این ماه امکان میده به ما و شما که به بهترین آرزوهایمان، به بهترین مقصدهایمان، به بهترین نقشه هامان رسیم. لیکن چگونه میرسیم؟ توسط اخلاص خدا ترسی و از خدا خواستن، یعنی دعا به سوی خداوند کردن. به این خاطر همه کسا دعا سازیم که تاجیکستان عزیز ما رو، تمام مسافران دور از وطن بوده ما رو، آن نفرهایی که برای زندگی به دست آوردن مهنت و کوشش میکنن، خداوند رزق زیاده گرداند. خدا نگهبان شما باشد. سلامتی و سربلندی و خانه آبادی در این ماه شریف مبارک نصیبتان گردد. خدا حافظ.